این شامی رشتی خوشمزه پای ثابت افطار ما رشتی‌ها تو ماه رمضونه. برای درست کردنش لپه خیس خورده، گوشت، سیب زمینی، پیاز، آب، نمک و فلفل و زردچوبه رو گذاشتم بپزه. بعد از اینکه به جوش اومد کف روش رو گرفتم و گذاشتم پختش کامل بشه تا هیچ آبی نداشته باشه. بعد از خنک شدنش باید این رو بکوبیم. من به شکل سنتی مثل مامانم و به یاد مامان بزرگم توی نمکیار با سنگ این کارو کردم تو 2 مرحله و خوب مواد رو مخلوط کردم تا ریش ریش بشه. بعدم میتونیم بسته بندی کنیم یه وعده‌اش رو. تخم مرغ میزنیم به دلخواه، نمک و فلفل و زردچوبه تا مقداری تخم مرغ میزنیم تا جایی که به این بافت برسیم، به شکلی که به شرطی که بخوایم توی دست و سوراخدار سرخش بکنیم. ما ولی تخم مرغ بیشتری میزنیم خانوادگی و با قاشق توی تابه فرم میدیم بهش، بافت لطیف تری پیدا میکنه. امیدوارم شما هم درست کنید و لذتشو ببرید.